وزارت حالت‌های اضطراری ازبکستان گفته است که یک هواپیما را با خادمان نجات و دسته طبیبان به قزاقستان می‌فرستد تا در تحقیق ساختار اتوبوس مسافرکش و معالجه 5 شخص نجات یافته در این حادثه سهم گیرند. روز پنجشنبه در ساختار اتوبوس عظیم روسیه 52 نفر شهروندان ازبکستان به هلاکت رسیده، تنها 5 نفر، 2 مهاجر ازبک و 3 شهروند قزاقستان با جراحت‌های مختلف به بیمارستان انتقال یافتند. حادثه در حدود دهه کلیبوی ولایت اقتپه قزاقستان در شاهراه شیمکент سمره به وقوع پیوست. سخنگوی وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان رسلان ایمانقولов گفت که ساختار در نتیجه تماس برقی در داخل اتوبوس به عمل آمد. همه مسافران در داخل درمانده به هلاکت رسیدند. معاون وزیر امور داخلی قزاقستان گیرلند تورغونبویف گفت که به احتمال غالب این یک حادثه ناخوش است و از نقل 5 مهاجر زخمی علاوه کرد که نخست در داخل سالن اتوبوس ساختار به عمل آمد. دود غلیظ پهن شد و بسیاری ها در همین لحظه ها زهرآلود شدند. وقتی اتوبوس منع شد و یکی از درها را باز کردند، ورود موج اکسیژن باعث علنگه گرفتن داخل اتوبوس شد. از بس که در داخل سالن بار و بغاج زیادی مسافران قرار داشت، مسافران سری وقت از داخل به بیرون برآمدن نتوانستند. اتوبوس از 2 آشیانه عبارت بود و مسافران در آشیانه 2 و بغاج آنها در آشیانه اول جای گرفته بود. از بس که بار و بغاج آتش گرفت، علنگه کلانه پهن شد، گفت معاون وزیر امور داخلی قزاقستان. طبیبانی که با معالجه مجروحان مشغول میباشند میگویند حالت روانی آنها خیلی سنگین است، ولی به حیاتشان دیگر چیزی تهدید نمیکند.